خدا یا خدا دلت میخواد زوزه بکشی. خالی نیست. ماشاءالله ماشاءالله. ماهیگیری همه چی براه. آره. بی‌نظیره بی‌نظیر. اوه اوه. اینجا جدا ماشین منو بیست ها. اینجا با قایق میخوایم بریم؟ با قایق. اینجا ماشین پارک میکنم با قایق میریم. ایول با قایق میری. اینجا رستم و سهراب چیزی گفت. دچه رستم و سهراب. دشت رستم و سهراب. دچه. دره. دچه نه میدونید دچه. دچه. یک هتل بگیم مهمان. هتل. مهمانخونه رستم و سهراب. مهمانخانه و مهمانپذیر میگن دچه. بفرمایید. شما جلو برید. بفرمایید شما برید. من وزنم زیاده به قایق چپ. شما برید منو بگیرید از اون. شما بفرمایید من دارم میافتم منو بگیرید. با هم بیافتیم تو. چه با صفاست. یا خدا دلت میخواد زوزه بکشی. یا الله. خیلی خفنه. ماشاءالله ماشاءالله. چه زیباست بچه ها. من باید برم. راه نداره باید برم تاجیکستان. آفرین آفرین. راه ورودی این هتل کلا همین آبه. باید با قایق همه مسافرها رو میبره یا نه راه دیگه هم داره؟ اون طرف. بسیار اهمیه. بسیار شو از مسیر آب باید برن. به 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 بسیار به 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 بی‌نظیره بچه. طلبات زمانه جوابگو یعنی که میتونیم که مهمونامونا کدام منطقه که بیاین درست. میشین شما ایران دیگر دولت‌ها میاین اینجا جای امن جای تین جای به هزار مهمونا خو میرن. مهمانخانه داره. خوراک‌های خوب داره. بسیار به به. چه آب زلالی. این آب بچه شیرینه. بهمون یه اطلاعاتی بدین در مورد این آب. خوردنیه؟ شرب شیرینه؟ یعنی میشه خوردش؟ به به. اوه چه زیباست. اوه رفت بالا. یک آب و هوای مشتی. اصلا تو دوربین معلومه. میزان بی‌نظیره به خدا. تک نمونه. بریم پیاده شیم هتل رو ببینیم. به آلاچیقاشو ببینیم داخل خود این دریاچه هست. بهش میگن دریا اینا و آلاچیقاش داخل دریاچه هست. کدوم داخلش چه خبره؟ اومد داخل اومد. مرمت کاری شده. آلاچیقا نمیشه ازش گذشت وسط آبه. خونمونو کیف اضافه اتاق؟ بله. من میارم. هتلش اینجاه. ببخشید داداش ببخشید. عذرخواهی میکنم. بچه‌ها جان من این هتل اینجا قیمتش چقدره؟ یعنی شبی چقدر میگیره؟ ما بیایم تاجیکستان بیایم اینجا. این هتل مهمانپذیر رستم و سهراب چقدر قشنگه بچه‌ها. اینو بپرسید قیمت اینا رو که دارید ببینید چقدر اینجا. من نمیخوام. به به. گپ بشکم اکای علی. گپ بشکم شکم سرکنیم بیا. گپ بشکم. باش. زنده باش. بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله. که دریا رو ما هم ببینیم. اینجا بشن کنار دوستان جون. ببین فارسی زبانا اینجوری مهمان نوازن. این جمله رو یعنی این ویدیو رو باید نشون بدی به باقی کشورها، به باقی دنیا، به باقی کشورها. ببینی اتحاد و زیبایی این که فارسی زبانا چقدر با هم متحدن و چقدر همدیگه رو دوست دارن و چقدر مهمان نوازن. یعنی باید سلوحه تمام دنیا بشه این محبتی که بین کشورهای فارسی زبان ایران باستان، ایران قدیم، یعنی تاجیکستان، ایران، افغانستان هست. واقعا ایول. اینا همه حلاله؟ ای بابا این برگامی برای هر قدم یاش همه نوشوکیه اینا نمیشم خوبه.
آب گازدار. به نوشابه میگید آب رنگی یا آب گازدار میگید؟ آب گازدار. آب گازدار به نوشابه. بچه الکل نوشیدنی های الکلی و مشروب آزاده توی تاجیکستان؟ یا آب چیز بزنیم ببخشید دست درد نکنه. خب شما زحمت کشید ببخشید محبت کردید ویو رو فقط اینجا ماشاءالله زیباست بیشک خیلی زیباست ماشاءالله چیزی رو راجع به اینجا من نمیدونستم آقا یعنی شرمنده‌مون کردن واقعا شرمنده‌مون کردن دوست مراد جان داداش ما شرمنده‌تیم به خدا من خبر نداشتم اینجا رو کلا قرخ کردی خالی کردی که فقط ما اینجا باشیم زنده باشی ما که هنرمند ما که ایجادکار ما که ما درد شما رو میفهمم زنده باشی فدات بشم ایجاد کنیم یک خیلی خوب به خدا اصلا راضی نبودم به این کار کل اینجا رو خالی کرد فقط پرسنلش موندن که ما اینجا راحت باشیم به خدا یا خدا بتونم عمری باشه جبران کنم این خوبی و این محبت تو فقط شما مهمانا خوش آمدید حلاوت ببرید من فدای تو یا خدا همه اینجا رو خالی کرده قرخ کرده واسه مهمان ایرانی این بازیگر بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید این بازیگر خواننده سلبریتی چیه هنرمند چیکار میکنه که اینقدر با معرفته خیلی لوتیه فدای تو بشم من فدای تو بشم من اینقدر مردی فدای تو بشم چی بگم از این همه محبت اشکم در اومد بالا یه باغ پرندگان زدن خیلی کارش خفنه بریم پرنده هاشم ببینیم بی‌نظیره اینجا مجسمه‌های قرقاول و این داستان ها هست دیدی قرقاولو به به چه زیبا خیلی مخلصیم میاد هنر معماری ساخت این تخت‌ها شما بهش چی میگین؟ نه کندکاری که ما میگیم کندکاری این به این تخت چی میگین؟ ما میگیم تخت کت بعد این سبک شبیه به مثلا سبک چینی هنر چینی هنر معماری ایرانی یه چیزی تلفیقی ولی خاص تاجیکستانه واقعا ویژه است چقدر زیباست تو ایران کسی اینجوری درست کنه من یه دونه میگیرم برای خودم خیلی باحال و سلطنتی اصلا سقفش رو مثلا این پرده‌ای دورش میاد ایوالله به شوربای دم گاو شوربا میگن دم شوربو این دم گاوه درسته به شوربا ما میگیم شوربه ما میگیم شوربه خورشتی آجی مدل آبکی شوربا یه چیز شبیه آبگوشت تو ایران یه خورده متفاوته ولی توی افغانستان هم مثل آبگوشت خودمون شوربا و دم گاو دم گاو خوردنیه مگه بذارید من مزه کنم ببینم چی بیاد نه خیلی خوش مدد گوشت گاوشم داغه یه تیکی کوچیک اومد بسیار عالی بسیار نغز است رفقا این یه طعم گیاهی خاصی داره این سبزی‌های کوهی فکر کنم همینجا باشه درسته از گیاهای همینجا درست شده و یه طعم سبزی کوهی خیلی باحال البته سبزی اینجا به هویج به همون زردک میگن سبزی ما به همین چیزای سبز میگیم سبزی بله درسته خیلی طعم باحال جذاب و از طعم گیاهایی که چه غذای خوشمزه‌ای اشکال نداره این رزیشکا آهنگ رو نگاه کن قرق هم کرده اونجا جای ما خالی بعد تورو هم میگه تورو ما به همینش میگیم تورو و اینو بخوری من دوست دارم بخورم منتها بخورم مثل اون آبگازدار فیس فیس از آدم در میاد میاد چرا اذیت میشه آب و هوا اینجا خراب میکنم دیگه رفقا الان غذای بعدی این کباب آوردن و کبابش به شدت نرم خوشمزه خوشخوراک خیلی عالی گوشت گوسفنده درسته یا ممکن من راسته گوسفند درسته اینجا زیاد نمیخورن درسته من شنیدم بهشون سازگار نیست نمیخورن گوسفند هم میخورن گوه میخورن بزن میخورن هم باشن بیشتر این گوشتی که میخورید چیه بیشتر گوسفند بیشتر گوسفنده من شنیدم مثلا گوسفند اینجا زیاد باش اوکی نیستن پس فرق نداره گوسفند استفاده شما بگین بچه‌ها گوسفند اوکی هست
کره و نمیدونم کره و نمیدونم گوسفند و اینا تو تاجیکستان بیشتر استفاده میشه یا گوساله و گاو و اینا؟ من میخورم. خیلی عالی. چقدر خوشخوراکه. چقدرم رسیدم بهش. کشورهای عربی میری اصلا عضو جدا نشدنی این کباب. خیلی خوشخوراکی این کباب. ترکوندنش دیگه چی بگم دیگه، من هر چی بگم کم گفتم، چون واقعا این ولاگش خیلی خفن بود. حالا ما منتظر ولاگای بعدی علی سلطانی هم هستیم که با هم دیگه ببینیم و ریاکشن بگیریم، چون من خیلی خوشم اومد. من از سبک مدل ولاگایی که علی سلطانی میگیره، میره توی کشوری توی جایی میگیره، خیلی خوشم میاد. چاکر بچه‌ها، ان شاءالله کامنت حساب یادتون نره، منتظر قسمت بعدی هم باشید. چاکر بچه‌ها، تا دیداری دیگر، بدرود.